اگه تو هم همیشه برات سوال بوده که این ساز ماکارونی ها چجوری میسازن، پس خوب جای اومدی. فقط قبلش لطفا دکمه سابسکرایب و لایک رو بزن. خب رسیدیم به سراغ بخش اولین قسمت کارمون، یعنی کشیدن طرح. تو این قسمت ما اول از همه یه دونه زوزنقه میکشیم، همونطور که اینجا میبینید. بعد از اینکه این زوزنقه رو کشیدیم میایم وسط ضلع پایین رو پیدا میکنیم. بعد از اینکه وسط ضلع پایین رو پیدا کردیم، از هر گوشه زوزنقه یه دونه خط به اینجا وصل میکنیم، از این دوتا گوشه بالا. بعدش که وصل کردیم 3 تا مثلث تشکیل میشه که از هر گوشه بالای مثلث به ضلع پایین مثلث یه خط مستقیم وصل میکنیم و 2 خط از این ور و اون ور زوزنقه به هم وصل میکنیم، یکی از اینجا تا اینجا و یکی از اینجا تا اینجا. توی مرحله دوم میایم کاغذ روغنی میذاریم روی این برگه آچاریم که طرحمون بود و بعد خطوط رو دوباره رسم میکنیم. توی مرحله سوم ما میایم خطوطی که رو کاغذ روغنی مشخص کردیم اندازه هاش رو میگیریم و اینجاها مینویسیم. توی مرحله بعد ما میایم ماکارونی ها رو میذاریم رو هر ضلع و به اندازه همون ضلع و ماکارونی ها رو قطعه قطعه میکنیم که همونجوری که میبینین الان تو تصویر بهتون نشون میدم. این ماکارونی ها هستش که من اینجا گذاشتمشون برای اینکه قاطی نشن با هم و اینا رو قراره اینجا بچینیمشون. توی مرحله بعدی ما هر ماکارونی رو اینجوری میذاریم سر جاش و مییم به اندازه‌ای که باید ماکارونیمون رو کوچیک میکنیم که الان من یه خط اینجا انداختم و حالا قیچیمو برمیدارم و از روی همین خطی که انداختم کوتاهش میکنم و ماکارونیمو سر جای خودش قرار میدم و حالا میرم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدیمون باید از چسب نواری استفاده کنیم. یکم چسب نواری میکنیم و به طوری که روی بقیه خطوطا نره چسب نواری روی این ماکارونی میزنیم تا ماکارونی دیگه تکون نخوره مثلا با فوت شما. توی مرحله بعدی زمانی که همه اونجاها رو چسب زدیم میایم و با استفاده از چسب گرم جاهای متصل به هم رو میزنیم مثل اینجا و بعد از اینکه این چسبا رو زدیم شروع میکنیم این چسب نواری ها همشون رو باز میکنیم و یه وجهش رو به طور کامل میگیریم. یه مرحله بعد زمانی که ساز ماکارونی تو یعنی همون یه وجهش رو از این قسمت ها جدا کردی و به یه همچین چیزی تبدیل شد، اینو میذاری کنار و یه دونه دیگه مثل این ازش میسازی که بشه 2 تا وجه و بعد با ماکارونی اینا رو به هم وصل میکنیم که حالت 3 بعدی پیدا کنه. و در نهایت حالا این دوتا رو به طور ایستاده به هم با یه فاصله مشخص ماکارونی میزنیم. مثلا با این فاصله که اینجا میبینید در تصویر به این نقطه ها مثلا ماکارونی زده میشه